به نام الله بخشنده و مهربان. الله متعال شش چیز را در شش جا قرار داده است، ولی مردم آنها را در جای دیگر جستجو می کنند و این در حال است که هرگز آنها را در آنجا نخواهند یافت. راحت و آسایش مطلق را در آخرت قرار داده است، ولی مردم در دنیا به دنبال آن می گردند. عزت و شرف را در عبادت خالص قرار داده است، ولی مردم آن را در منصب و مقام می جویند. بینیازی و محتاج نبودن را در قناعت قرار داده است، ولی مردم آن را در زیادی مال و ثروت جستجو می کنند. رسیدن به بزرگی و مقام بلند را در فروتنی و خاکساری قرار داده است، ولی مردم آن را در تکبر و خودپسندی می جویند. کسب علم را در گرسنگی و تقوا و کوشش قرار داده است، ولی مردم با شکم سیر و بی‌تقواگی به دنبال آن می گردند. اجابت دعا را در لقمه حلال قرار داده است، ولی مردم آن را در طلسم و جادو جستجو می کنند.